بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شاگردان عزیز خوب هستین ان شاء الله؟ الحمدلله. درس دوم من و شما درباره شناخت الله متعال می باشد. درست است؟ درست است. یعنی زمانی که من و شما میگیم بنده الله هستیم، رب ما الله هست، باید از الله سبحانه و تعالی شناخت کامل داشته باشیم. درست است؟ درست است. پیدا کننده من و شما و تمام جهان الله متعال می باشد. پیدا کننده همه چیز الله متعال است. یعنی همه چیزی را که شما مشاهده میکنید خالقش الله است. الله سبحانه و تعالی اینها را خلق کرده است. درست است؟